تلگرام کانال کمیته باجخانه ازبکستان روز 31 آگوست سال 2020 خبر داد که کارمندان باجخانه فرودگاه توشکند از بغاج یک مسافر 50 بچه زنده تیمساه‌ها را پیدا کردند. این مسافر با نام MS که شهروند کجا بودنش گفته نشده است، از قاهره پایتخت مصر به تاشکند آمده بود. در نوار نشر کرده باجخانه ازبکستان دیده می شود که کارمندان باجخانه هنگام تفتیش بغاج مسافران در بغاج MS چیزهای غیر عادی را مشاهده کردند و از او خواستند تا بغاجش را باز کند. معلوم شد که او 50 بچه تیمساه‌ها یا کرکدیل را در بین میوه و سبزیجات چون سبزی، لیمو، بنان پنهان کرده کانتینرها را با فلگه هم رو پوش کرده است تا کارمندان باجخانه درون آنها را دیدن نتوانند. در رابطه با این حادثه تفتیش شروع شده است و تفتیشات باید از جمله معاین کند که MS با چه مقصد 50 تیمساح بچه ها را میخواست به ازبکستان وارد کند. این تیمساح بچه ها ظاهراً به تیمساح‌های دریای نیل مانندند. کارمندان کمیته دولتی اکولوژیا و حفظ محیط زیست و پاسگاه بیطاری در فرودگاه توشکند تیمساح بچه ها را موقتاً برای نگاه‌بینی به باغ حیوانات توشکند سپردند.